دهدادی نوبکار پران آنها را زودتر پران. الو من چی سردار با محمد کردم. چیا میگویی؟ در کجا؟ در راه کمربورگاه پسر بیاید 2 نفرمون مردن. چی شد سردارم؟ در حال برآمدن در کار. ماشینی که ملکه رو میبرد به اون حمله کردن. چی؟ شما برایید ملکه خانم، شما برایید. نهایت به مقصد رسیدی ملکه. در جهنم وا میخوریم پیکاس. اول تو رفتی برای من هم جای بگیر. جناب حالا پلیس ها اینجا میشوند، بهترش از اینجا رویم. میلش. ملکه مرده است؟ سردارم با کی زنگ میزنید؟ با یگید خبر دادن لازم. لابای سردارم. با تو خبری ناخوشی دارم. ملکه. چی شده است با ملکه؟ وقتی که با محکمه میرفتن بچه ها هفتیدن. این چه جای ناخوشی داره سردارم؟ ملکه زنی رسمی توست. فکر کردم که شاید دانستنت لازم. جای فکر و نگرانی هم نیست سردارم. او برای من دیگر وجود ندارد. یگید چی شد؟ یگید تو رو میگویم. نجیب سردار چی گفت؟ هیچ چیزی مهم نبود. پیشگاه را یافته توانستی؟ همه اطراف را از نظر گذراندیم، پیدا نکردیم. بگو منم را از اینجا دور بردم. تو خوب هستی؟ بد نه، خوبم. زود باشد زودتر. با دقت آهسته تر. با دقت تر باشید. بله بردار. وضع حالش چی است؟ زخم برداشته است. زود به بیمارخانه بردن لازم. پلیس ها چی؟ همه هاشون شهید شدند. این دوتا در اینجا است. من به بیمارخانه میروم. میلش سردارم. آقای نجیب. خاموش باش ملکه. حرف نزن. به بیمارخانه میرویم.
آقای نجیب بگویید من میمیرم. انشالله نجات میابی. من خیلی خطا کردم. شما از من نفرت دارید. ببخشید التماس. پشیمانم از کارهایی کردم. پشیمانم. ملکه خودت را مشغول نکن. با یگید خبر دادید؟ با فکرم که تو خبری بده شنیدی. برای همین گفتن نمیخواهی. با ملکه سوی قصد کردند. یعنی مرده است؟ نمیدانم. تو میروی؟ نمیدانم. کی حمله کرده است؟ اینش را هم نمیدانم. اگر خواهی همراه رویم. حقش همین بود. با کجا میروی؟ نمیدانم. آقای نجیب میخوام یگید رو بینم. التماس. وقتی که خوب شدی میبینی. من زیاد نمیشوم. کس مردنش رو میفهمیده است. با او زنگ زنید. التماس. مایلا زنگ میزنم. باز چی شد سردارم؟ حالا با ملکه به بیمارخانه میرویم. به بیمارخانه دولتی عمرانیه. چه خیل؟ حالش خوب است؟ یک چیز وزنین است؟ بله بسیار هم وزنین. یگید تو را دیدن میخواهد. تصور کند که من در آن جایم. او می آید. نگران نباش. چیکار کردید؟ از ملکه خلاص شدید؟ مرده رفت. آها. از این دختر خلاص شدنمان بسیار خوب شد. پسگار چی خیل؟ کی به خود می آید؟ امشب یا اینکه پگاه سحر؟ مرا می شنود؟ بله اما جواب دادن نمیتوانند. جناب اگر مرا شنوید یک خبری خوش دارم. هنگامی که به محکمه می بردن او را نیست کردیم. از ملکه تماما خلاص شدیم. ما بازگشت شما را انتظاریم. این خبر او را زودتر صحت میکند. با این تمام نه. خبر مرگ او را به یگید می رسانم. انا این خبر او را تیزتر به پا میخیزاند. تستر راجینا فراره تستر مدیخت باشه. زودتر زودتر گیرید بچه ها. در حال جراحی رو آماده سازید. خانم رو جراحی کردن لازم. زودتر دراره. التماس راه دهید گذاریم. یگید زودتر گفتم زودتر آخر. از نزدم دور نشو. التماس. میترسم. کاری زود باشید زودتر. مرا ببخشید. التجا میکنم ببخش. آرام باش. شما اینجا ایستید. خوب شده است. ایستید. من زنده نمیمانم. با شما گپ زدن ممکن نیست. در نزد تو گناهکارم. خیلی خطا کردم. پشیمانم یگید. پشیمانم.
چرا این طور کردی ملیکه؟ برای چی؟ پشیمانم. میدونم که پشیمانی سود ندارد. دستم رو سر نده. التجا میکنم. دستم رو سر نده. مرو ببخش یگید. من تو رو دوست میدارم. بیمار جان داد. همدردی ما رو قبول فرمایید. چی شد سردارم؟ ملکه چی خیل؟ او رفت. خداوند خطاهایش را ببخشد. یگیت با کجا؟ چقدر عذاب کشیدین آدم سردارم. چه ملکی نکنی. خیر هم شر هم از جانب خداوند است. صبر. از درد و بلای ملکه خلاص شدیم، اما از بلای بزرگ یگید نه. اساس با او چیکار کنیم؟ یک نظر کنید جناب ما را به کدام احوال گرفتار کردن؟ نگران نشو مینیک. اکنون نوبت یگید آمده است. با او چنان میکنیم که از زندگیش پشیمان شود. بجد با من بیا. یک دقیقه پیکاس. یک چند عملیات ما را انتظار است. بیست به ما حمله میکنند. یک تا آدم های ما را دستگیر میکنند. خوبترش آن که الحال مسئله یگیت را به تأخیر گذاریم. حاضر تو نگفته بودی که با یگیت چی باید کنیم؟ میفهمم، اما او از مسئله های دوای ما مهمتر نیست. مهم بودنی چی را تو به من یاد نده. رفیقان آرام باشد. برای چی با یک تیر دو نشان نزنیم؟ مثلا چه خیل؟ گوش کن. اگر یک گروه تروریستی در دیدبانگا بمب گذارد و این بمب ترکد، انسان‌های بیگناه مرند چی می شود؟ در دیدبانگا؟ نه، در نزدیکی هایش. عالی جناب می شود. انا ترور به شهر تشریف آورد. اگر به یگید خبر دهم که در یک جای بمب گذاشتم، آمده تسلیم نشوی، پس چی می شود؟ فهمیدم. این خیلی جالب است. یگید برای نجات انسان‌های بیگناه دویده می آید. علاوه بر این باید همه واسطه‌های اخبار باور کنند که بمب را گروهی تروریستی گذاشته است. مثل گفته تو می شود. با آنها می گوییم که این عملیات را قبول کنند. همین خیل نیب. چه خیلی که می خواهید جناب؟ اگر یگید تسلیم نشود چی؟ تا تسلیم شدنش بمب‌ها را در دیگه جای می ترکانیم. مثلا در باغچه کودکانه ملکه می ترکانیم. عالی جناب می شود. فاتح هم در آنجاست. نسلی مرد ایوین را ریشه‌کن کرده می پرتاییم. فرض کردیم که بمب‌ها ترکید، همه جای از خون پر شد، بسیار انسان‌های بیگناه عذاب کشیده جان دادن. بعد چی؟ چه می شود؟ این فرصت را از دست نباید داد. از هم مسلکان پیشینم یک دوست با نام ایلدیرای دارم. اول به نزد او می روم. به او می گویم که این کردان از حد گذراندم. از جای اساسیش می دارم. او به سخنان وطن دو تقسیم شده ایستاده است، طاقت نمی کند. کمی پول دهم کار حل می شود. در کوچه و خیابان ها بهانه می کنند که کردها یگان عمل ناجار را انجام می دهند. اگر دستگیر شود برای پول این کار را کردم گوید. کردن گیرند. به منفیت ماست. میفهمند که این کار را ما کردیم
و همه عملیات ها را به دوش ما میزنند. فهمند که ما تا حال نمرده ایم، زنده ایم و پرقوتیم. در زیر دیدبانگاه بمبا روزنامه ها رو خواهیم دید که چی نشر میکرده باشند. پلیس خواب است مگر؟ در زیر دیدبانگاه بمبا بیگناهان به خط رسیدن، حکومت چاره ندارد. حکومت چاره ندارد. شعر بر این سربازان داریم. باز پروتکل می شود، همه‌اش قانونی می شود. بزرگ است پیکاس. عالی جناب، تو را پسرخواندی پسرگار اعلان میکنم. کنی دهان دستی زیبایت را بایسته کنم. کنی دهان دستی زیبایت را بایسته کنم. من این دیدبانگاه را میدانم. پس وقت را نگذرانیم. خیلی بود آرام بودیم. عمل کردن لازم. آمین. گفته‌ات را اجرا کردم پدر. ملیکه را نکشتم و دست قانون سپردم. ولی عاقبت چی شد میدانه؟ 3 پلیس را هم کشتن پدر. بدان عاقبتی کار خوب نشد پدر. من اکنون راه دیگر را پیش میگیرم. بوبش که وصیتی تو را اجرا کرده نمیتوانم. فکر میکنم که همین راه اندیشیده هم راه درست است. در سن 17 سالگی نمازخوان شده بعد گروه تروریستی سازمان داده به سر جمعیت چی بلاهای آوردند؟ کیها بودند؟ در اول حیران می شدم که چگونه شخصی نمازخوان به این کارها دست می زند. بعد فهمیدم که نماز و دین و شریعت برای این طایفه دام تزویر بوده است که آدمان را توسط مکتب غیر رسمی ارکن کاندو گمراه می کردند. سردار آنها به دانشگاه داخل گشته انقلاب چی شد؟ در بین دانشجویان فتنه و اغوا می انگیخت. بعد حادثه های ناخوش دانشگاه حبس شده از گروه خارج شد، ولی باز هم او را بخشیدند و از نو به دانشگاه قبول کردند. دیگر رفیقانش جزا می گرفتند و او همیشه از آب خشک می برآمد. وظیفه‌دار بود که شخصان نو را گمراه ساخته از راه نیک برگرداند و با عملهای تروریستی صلح و آسایش وطن را خللدار سازد. با این راه همه رقیبان خود را یک یک از بین برد. همین طور در مقامات راهبری تنها پسر ارکن کاندو، پیشوا و چندی از همدستانشان باقی ماندند و خلاص. در حالی که باید سردار گروه از جانب پلیس حبس میشد، گماشته مخفی او را خلاص کرده یک منصبدار مقام بلند او را به خارجه گریزاند. در مرافعه پسر ارکن کاندو عملهای مخفی و جنایت‌های صادر کرده خود را اقرار کرده بود. شخصان نامعلوم فتای نوار مرافعه را نابود کردند. بعد 4 سال انقلاب در وطنمان با دسیسه این قواهای تروریستی سیاهکار و دستگیری خواجگان خارجیشان ناآرامی و خونریزی‌ها شدت گرفتند. جوان 17 ساله با تزویر و فریب در نقاب نمازخوان چون سگ وفادار ارکن کاندو چقدر وحشانیت و جنایت‌های خونین صادر کرد. حادثه با مندرس رخ داده با دست یک دانشجوی انقلابچی کایا مینیک با تخلص کایینچا با سپارش یک منصبدار والا مقام و نظارت شخصی پیشوای گروه عملی شد. پیشوا را 10 جاسوسان و جانداران مسلح حمایت می‌کردند.
با جانسپاری و خدمت این سگان وفادار دو سوی قصد ما علیه پیشوا بی نتیجه انجام یافت. برای سوی قصد آخرین یک تانه مواد ترکنده را استفاده نموده اطمینان داشتیم که نهایت وطن را از این بلا، از این حیوان خونخوار نجات می‌دهیم. بعد نیم ساعت ترکیش شادی‌های ما را تلفن ناگهانی و صدای ناخوش پیشوای گروه برباد داد. کایا مینیک و دیگر سگان بویگیر مساعدت کردند که پیشوا به جای حادثه دیرتر رفته بود. تا حال به عوض پاداش بلند سگان وفادارش جان او را از خطر نجات داد. همه پدری تو را بسیار یاد میکنیم. از کجا دانستی که من در این جایم؟ دلم گواهی داد که خیز رفتنت در کار. بخیر است؟ آنقدر خبر خوب نیست. انا دیدبانگاهی گفتگیم. بسیار خوب. بمب را در کجا میگذاری؟ در روبرویش تالار رسامی است. مکتب بچگان یک هیکل گذاشتن. همانجا معقول است؟ قبول دارم. هنگامی در درون بودن کودکان بمب باید ترک کرد. البته در پیش چشم پلیسان. بعد از آن نه یگید میماند، نه نجیب و نه امنیت. این بینمود کیست؟ افتش به درنده خونخوار مانند است. نامش بهجت، تروریستی که برای ارکین کاندو کار میکند. غیر از سرداران گروه تروریستان دیگر یگان کس نمیداند که او در ارکین کاندو کار میکند. آخرین مراتب در رشیدیه یک عملیات تروریستی را انجام داد. حالا باشد هدفش استانبول است. رسیل 7 سرباز ما را این بیشرف به شهادت رسانده؟ پس با او چی باید کرد که ثابت؟ او را به جهنم میفرستیم. گراندن لازم. بله گراندن. باز چی شد سردارم؟ بگید مرا گوش کن. برای جنازه ملیکه. باز چه خیل جنازه سردارم؟ مرده هاش هم ما را آرام نمیگذارد. یگانه خیش قانونیش تو میباشی. شوهرش است. خیر به من چی سردارم؟ بگذار او را در مزار بی صاحبان گرانند. این خیل نکن یگید. ما را نمیزیبد. مرده رفت. همون میموریم. باید با رحم باشیم. سردارم ملیکه مگر به ما رحمی داشت؟ رحمی داشت؟ نه. چی گفت سردارم؟ چه میگفت؟ میگوید که به من چی؟ راست میگوید. بعد از این قدر حادثه تا شوهرش ناید جسد رو نمیدهیم. چی شد نجیب؟ ملک از جراحی برآمد؟ او حتی در آمده بود. چی خیل؟ متاسفانه او مرد. خدا گناههایش را ببخشد. آمین. باوری آدم نمی آید. کاش که عاقبتش این خیل نمیشد. خیر چی کار کنیم؟ دیگر چاره نبود. رانو پدرت می آید. انشالله که بخیر است. یک محکوم را حفظ کردن نتوانستید. در تحت نظارت شما بود. آقای دادستان، من تدبیر خود را گرفته بودم. همین خیل. پس برای چی محکوم مرده است؟ برای چی مرده است؟ پس چرا شما اصرار کردید که محکوم را به سر سود برآورید آقای دادستان؟ شاید یگان گپ رو میدانستید. این خودش چی گپ؟ تو چی گفتنی هستی؟ باز مرا تهمت کردنی هستی ها؟ همه کار علیه محکومان شما میکنید. تهدید، شانتاژ، سوءقصد همش کار شماست. تو خاموش شو. با تو کاری ندارم. من اسبه این کار میشوم نجیب سردار. تو در این کار گناهکاری. اسبه شاید من هم اسبهش میشم محترم دادستان. من حیرانم که چرا شما اینقدر اصرار کردید که او را به سر سود بریم. معلوم است که محترم دادستان چیزی میداند. تشکیلات امنیتی چقدر عاجز بودنش را همه خواهد دید. تو تمام شدی نجیب. فهمیدی مرا؟ تمام شدی. رفتیم. وای چی میگوید؟ مثل همیشه افسانه میگوید. اهمیت ندهید. شما هم سردارم. نباید که بی اهمیتی کنیم.
این مراتب چی نیت دارند آنها؟ محترم بینندگان، هر روز اویدی ارکنکاندو خبرهای نو میآید. حمله تروریستی که با سربازان شده بود، باز یک حمله دیگر به محکوم ملکه سویلو کردند، در حالی که از مقامات امنیتی محافظان بودند و در مرکز شهر این سوءقصد عملی گردید. پس از این عمل سوالهای زیادی به میان خواهد آمد. برای پاسخ این سوالها شخصی مشهور در مهمانی انسان‌های دروی این قدر بسیار بودند. محترم پروفسور کایامینیک مهمانی ما میباشد. کایامینیک، چی گفتنی ها دارید؟ چی گویم؟ همه چیز عیان است. همش کاری پلیس است. محکوم ها رو نیز پلیس جمع کردگی، بعد در محافظت آنها عاجز میماند. از طریق تلویزیون گفتن خوب نیست، اما میگویند که گرگ چوپان شده است. میگویند که گروه تروریستان به شهر در اومدند. به فکر شما مقامات امنیت تدبیر اندیشیده است؟ از کجا میگیرند؟ از کجا؟ این رو بینم. امنیت نوک بینی آنها را دیده نمیتواند. پس چی باید کرد؟ خلق در خوف و خطر است. این مسئله را نه سیاستمداران حل کرده میتوانند و نه منصبداران. کی حل کرده میتواند؟ سراغ معلوم، همش معلوم است. ادب شب روی این پروفسور را نابود کردن در کار. این هم یک دورویه است. این دورویه ها در تلویزیون برآمده خودشان را آدم خوب نشان میدهند و لیکن خون خلق رو میمکند. با ما بر این بیچاره ها عقل یاد میدهند. این هم مملکت شدن. کیست در آنجا؟ چی گپ است؟ ماشین رو به آغوش نگیر. این ماشین مدیر من است. حاضر من به تو نشان میدهم. مدیرم شمایید. چی شد خیری؟ در اینجا یگان خرگوش مادر رو انتظار بودی؟ چرا این ماشین رو نسپردی ها؟ چرا نسپردی؟ محترم مدیر، ماشین خیلی قیمت است. این ماشین را به کسی نمیدهم مدیرم. آخر این ماشین خوب است، حیف میشود به خدا. خیری، این ماشین را پگاه برده میسپاری، فهمیدی؟ مایلش مدیرم، پولش را آورده به شما میدهم. چه خیل پول؟ پگاه برده فروخته میآیم. زود به تالار فروش ماشین ها بردن لازم. من میگم که به من تنها 20% بس است. خیری خوب مایلش 15%. حاضر خیری. مایلش آخر مدیرم عصبی نشوید. یک خانه خریم، یک ماشین لباسشویی، یک تا دیگه طبقشویی بسیار خوب می شود. خیری، اگر حاضر من سری تو را به ماشین جامه‌شویی اندازم چی می شود؟ یگیت برآمد به میدان، در دستش گرز گران. خیری، تو چه انسانه؟ کمی پیش این رو از تلویزیون شنیدم. ینگه ملکه در حقیقت حیف شدند. خیری، در این موضوع دیگر گپ نزن. خواهش میکنم دیگر گپ نزن، فهمیدی؟ محض از این موضوع گریخته به اینجا آمدم. از کجا دانم اکا؟ شما او رو دوست می‌داشتید؟ به شوخی دوست می‌داشتید؟ ملکه میگفتیم چشمانتون می‌درخشید یا دروغ؟ دروغ بوده است بچه جان، دروغ. جواب دهید آخر مدیرم. من دکان را محکم کردم خیری. وقت کار من تمام شد، فهمیدی؟ استودیوی همصدا تقدیم میکند توجه با 2 حرفی ج، جایزه و جهاد. حجب نگارانی تاجیک از قبیلی غریبشا کمپانیا، خندین کمان، شکرخند، آچه زیکه و بیکه، کیفولا و مستولا، عربشو کمپانیا. همچنین گروهی محفل‌آرا در نوهای تقلید، سرود و صحنه‌های حجوی و مونولوگ برای کلیدی وزن 2107 23 می ساعتی 17 در تالاری کاخی باربد رقابت میکنند. در مهمانی سراینده ها نیز دعوت شدند.
غالب یا صاحبی ماشین را مخلصان و تماشابینان طریق آوازدهی اسمسی در جریان آزمون معین میکنند. علاوه بر این مخلصان نیز بی تحفه نمیمانند. محفل را علاوالدین عبداللایف و مستوره آرتیق راویگی میکنند. رقم های تلفن برای تماس 907 50 28 28 907 59 28 28 907 79 28 28. همصدای دل شما. شب خوش. شب خوش. بچه های هر روزه کجایند؟ نمیدانم. امشب ما را روان کردند. مایلش کنی گذارید؟ مایلش بیا چیزهایمان را گیریم. خوب شد استاکا. خوب تازه کنید همه جا را. باز گپ نشنویم. زودتر از پای کار شوید. در درونیم. خوب بمب را گذاشته زود برایید. آماده شما را میگیریم. مایلش. جناب آقای یلدیرای آمده است. بیاید. مرحمت. بیا یلدیرم جان، بیا. در کجایی؟ در همون جایم. فرمان دادید آمدم. بسیار خوب کردی، تو را یاد کرده بودم. پس از این قدر وقت دعوتتان سبب دارد. البته دارد. باز به تو کار دارم، مثل روزهای پیشینه. چه خیلی که میدانی این تروریستان رو از کوه دره پیش کنی به شهر میفرایند. آنها که به شهر فرایند ما با آنها هجوم میکنیم. گوش میکنم جناب. هی چیکار میکنی؟ لبای من تو نمیگویم. زود کارتان رو انجام داده از اینجا برایید. مایلا شکر ساز میکنم میبرم، نگران نباش. برادر با من یوریده؟ بیاریم زینه رو از پایان بیاریم. اینجا بیا. بردار. اوی چیکار میکنید؟ هیکل رو نجنبانید. برادر اگر نجنبانیم نمیشود. شرکت ما با تازگی اهمیت میدهد. از این لایحه احمقانه‌ای که این روزها برآمده است خبر داری به فکرم. شهر بچه هایمان کمند، صلح نیست. به همسایه ها هم باوری نیست. به من باشد نه کردها را میمونم نه دیگرش را. احوالمان از پیشینه دیده بدتر است. تروریستان به شهر فرآمدند، خبر دادند، در همه جایها نقشه خونریزی را کشیدند. ما خودمان یک عملیات مخفی را سر کردیم. به تو بر این وطن دوست احتیاج داریم. همیشه در فرمان شمایم. بزاگید میزنم، پرانگید میپرانم، فکر هم نمی کنم. آدم جمع کرده میتوانی، با ما یک جایه میشوی.
کمتر مبلغ هم میدیم. حالا اینها را گیر به رفیقانه تقسیم کن. بعدتر باقی مانده‌اش را میدهم. خدمت به وطن ملت همیشه وظیفه ماست. به تو برای کار شیر بچه من. مرا شرمنده نکن. پناهت به خدا. تمام کردی بهجت؟ تمام کردیم جناب. حاضر میبراییم. شیر بچه من، تا فردا صبر کردن نمیتوانم. کریم به این طرف بیا. حکومت استعفا، عسکران به میدان. زودتر میرویم. در اینجا کارمون تمام. مدیرم، یک خوراک تیار کنم. حلوا و نان. حلوای و نان؟ ها؟ نه نمیخواهم، تشکر. شما هم راست میگوید مدیرم. این عذاب آخر ندارد. خانه‌دار شدید، دختر جاسوس برآمد. پدرتان را یافتید، باز از دست دادید. چیزی که گویید حق دارید. اوف. میدونم دلگیر شدید. آن حریفان باشند در کوچه ها میگردند. مثل خیری ناترس نیستند. یک روز نه یک روز آنها را دستگیر کرده به دار میکشید. لیکن در سر شما چی فکر ها باشد مدیرم؟ آخر چرا فکر میکنید مدیرم؟ چه هایی که نمیگذرند. اگر میدانستی. دانستن میخواهم مدیرم. صبر کن، سحر شود بعد میبینیم. Arkadaşlar. Biraz sessiz olun. بچه ها التماس در درون قوقا نکنید میلش. Şuraya da bakalım, tamam mı? Burası çok güzel şey. بچه ها من به شما درباره این اثرها گفته بودم. خیلی هیکلی زیبا. بله. این اثر یکی از هیکل‌تراشان مشهور است. انا به این رسم نگاه کن. خیلی زیبا. آیا دقت جلب کننده است؟ بله معلمه، ما همه این مصوره ها رو در کتاب دیده بودیم. چرا منتظر میشویم جناب؟ بمب را ترک کنیم. سراسیمه نشو. باید به یک زنگ زنم. با کی؟ یگیت.
اگر بیاید بمب را نمیترکانیم؟ نه، اینقدر زحمت کشیده امان بیفایده می شود. می ترکانیم. این بمب را تنها برای یگید نگذاشتیم. تلفن یگید خاموش است. مدیرم خیزید. اشهد ان لا ببخش خیری ببخش التماس. خوابتون اینقدر وزین بوده است مدیرم. انا صبحانه هم تیار. تو شب و روز مرا آرام نمیگذاری. با تو گفتم که نمیخورم. من میروم. با کجا میروید مدیرم؟ مدیرم تلفنتون رو فراموش کردید. خاموش است، با کار نمیدارید. خیری تو چرا اینقدر سوالهای بیهوده میدهی؟ بس کن غمخوریت را. رفتیم میرویم. با کجا میروید مدیرم؟ مایلش دیگر سوال نمیدهم. شما اقلا یک امکان دید؟ خیر مایلش لباسم رو گرفته میآیم. این تلفن را گیر و با نجیب سردار گپ زن. با او بگو که یگید را یافته به فابریکایی که در گیکیتخانه است روان کند. خوب شده است، اما پلیس از تلفن جایمون را نیابد. نمیابند، غمش را نخور. تو گفتم را اجرا کن. 1 ساعت پس اگر یگید در آنجا نشود، بمب را یک جایه با کودکان میترکانیم. از پس یگید شده همه زیر خون میشود. این گپ ها را بگو. آجا اکا یگید باز گم شده. چرا نامد؟ از کجا دانم؟ کار داشتگیست. دادا به جنازه اپای ملیکا می روید؟ اگر یگید جسد را نگیرد به ما نمیدیم دخترم. او باشد پروا ندارد. هیچ کس یگید رو خشمگین کرده نمیتواند. بله، لیکن یگید برای او شده جانش را به خطر گذاشت. قریب میمرد. من میارم دادا. مرحمت دادا جون. نجیب الماس، مرا گوش کن نجیب سردار. حالا ما در یک مکان استانبول که پر از خوانندگان است بمب گذاشتیم. تو کیستی؟ چی میخوایی؟ برای ما یگید را یافته میدهی، نباشد همه زیر خون میماند. اگر یگید در بین 1 ساعت به فابریکای کگید خانه نآید، پس همه زیر خون میمانند. مسئول این باشد یگید و توی نابکار میشوی. مرا فهمیدی؟ مرا گوش کن، سرت را میبرم. 1 ساعت، وگرنه کودکان بیگناه میمونند. چی شد سردارم؟ ممدو با من بیا. باز چی شد نجیب؟ سردارم شما رو که اینقدر به خشم آورد؟ نفهمیدم راست گفت یا شوخی کرد. شخص تلفن کرد گفت که در سالن رسمخانه بمب گذاشتن، میترکانند بمب را. یگید را میخواهند. اگر نهایت میترکانند. خدایا پروردگار، انا حاضر قند زن و یاب. چیکار میکنیم سردار؟ نمیدانم. اولا یگید را یافتن لازم. از شب باز جواب نمیدهد. انشالله حاضر جواب میدهد. ای یگید، برای چی جواب نمیدهی؟ شاید تلفنش را در خانه فراموش کرده است سردارم. ممدو، 2-3 کس را همراهت گیر. یگید را به فابریکه که در کگید خانه باشد دعوت کردم. کنی رفته بین یگان کس هست یا نه؟ ایتو است سردار. شما چیکار میکنید؟ من باشد کوشش میکنم که یگید را یابم. مایلش سردارم. الا آتی مرا خوب گوش کن. در حال مکان یگید را یافتن لازم. مبشای تلفنش را یافته میتوانی، لیکن تلفنش محکم است. هیچ کم نیست دارم. نیم ساعت پس میابم. 15 دقیقه وقت داری آتیف. تا آمدن من حل کن. باز کسی که آخران مراتب به من زن زده بود او را هم یاب. اطاعت.
این کی باشد؟ مثل گرگمل افتشو بین. یگی در کجا بودی؟ دیدم نشد. قرار دادم که مسئله جنازش را حل کنیم. برای همین از خیری خواهش کردم که به تو زنگ زند. فهمم. میرویم. چی نگاه داری؟ ما رو میگویی. این رو بینا دیوانه چی؟ تو چیکار کردی؟ یافته توانستی؟ کمی مان سردارم. زودتر کمی زودتر. سردارم شما سرم را گرم کردید. رقمی که شما گفتید من کوفته یافتم، عامل پیشگیری کننده داشته است. 4 حشره دیگر این مکان را معین کردم. او را یاب، یگیت را تستار یاب. بمب رو متر کنم. بمب؟ اوتی تستار گفتم اینجا نمیتر کرد. تو کارت را بین. خیلی گوید آخر سردارم. لابه وقت کمان سردار. 10 دقیقه دیگر لازم. حاضر میابیم. باشه 8 میشوند. شد. نیم ساعت دیگر وقت داری. اوتی فکر زودتر یا برو. سردار شما مرا بیهوش میکنید. از برای خدا این خدا زیر فشار قرار ندید مرا. مسئله مهم است. جان انسان ها در خطر است. اوتی زودتر یاب. چیکار میکنی نمیکنی او را یاب. خوب شده است. میابم سردارم. میابم. بمانده. برای خوراک ناز همیشه وقت هست. مرحمت. اوه این آشپز بسیار با مهارت بوده است. بوزیشه یا گوسفند؟ آمیخته است به فکرم. درونش گوشت قیمه دارد. همین خیل. به فکرم آبجوش است. گوش کن. آیا گوشت قیمه را جوشانده می شود؟ در تنور کباب پختند. وقت هم نزدیک آمد. ایست کمی نوشی جان کنیم. شیرینی ها تیارند؟ شیرینی ها تیار. ایگیت پیدا نشود هم بمب رو میتر کنیم. همه جا رو میتر کنیم. قلمفور رو به من ده. مرحمت. اما خونی بسیار میریزد. باز خوب. دانند که ما جدی هستیم. علاوه این کاری آنهاست. جان انسان ها به مقام امنیت امانت نیست. این را صاحبی کنند. مسئول آنها هستند. کو بپرس یگان کس به فابریکه آمد؟ الو یگان کس آمده است؟ حالا کسی نامده است اکای بهجت. با دقت باشید. اگر یگان واقع رخ دهد زنگ زنید. اطاعت اکا. راه گرد. بچه ها شما گرد و اطراف رو نظارت کنید. تا خانوسمان شما با من بیاید. زودتر. مایلاش. با دقت باشید. پلیس اومد. تسلیم شوید پلیس. تسلیم شوید پلیس. زودتر رفته بچه ها رو به یوری دعوت کن. مایلاش. تلفن زنگ زده ایستاده است.
آقای بهجت، پلیس حمله کرد. چی؟ چه میگویی؟ 2 کس را کشتند اکا. سلاحات را پرتافته تسلیم شو. زودتر. تلفن را با من ده. دست ها بالای سر. ای سگی کی هستی؟ بگو سگی کی هستی؟ در کجا بمب را گذاشته؟ اکنون دیر شد پلیس، دیر شد. گفزن گفزن. حیوان، او رو گیره دو و شو ببرید. حال شد سردارم، یافتم. در کجا؟ در خبرستان بوده است. آفرین عاطف، شعر بچه من. با دقت همگان، با دقت همگان. یگید گوندوزالف را که در قبرستان می باشد درحال به نزد من بیارید. شخصانی در نزدیکی او بوده درحال او را زیر نظارت گیرند تا بازدید. کو شیرین را ده. پلیس به فابریک حمله آورده است. اکنون چیکار کنیم؟ یگان کار میکنیم. فکرش را نکن. تو هم گیر خور. آدمهایم را کشتند. بلا با پسشان مردن گیرند. زنده ماندنشان خیلی خطرناک است. کنی دهانت را کشا کشا کشا. من به نجیب یک زنگ زنم. لبای خطا کردی سردار. فابریک را زیر حمله قرار دادی. مرا گوش کن. نمیدانم چی نیت داری، اما از دستم رها نمی‌یابی. درحال از این کارتان دست کشید. بمب میترکد سردار. خوب شده است. 5 دقیقه دیگر مولده. یگید را حاضر می‌یابم. 5 دقیقه میگوید. گویا جای یگید را یافته است. چی گویم؟ تا خوردن شیرینی مهلت دارد. یافتی؟ خب 5 دقیقه، وگرنه جسدها را از آسمان جمع کنی. مایلش گفتم که می‌یابم. اینش نمیرسید. یا خدا صبر ده. سبیل آمد. چی شد برادر؟ سردار امنیت نجیب یلمز فوراً مطارد لازم. گیرم ایلش. مرحمت گیرید. این ماشین من. کلی در بالایش. کشاده شین، من شما رو میابم. تو در وقتش پاسبان دوزخ بودی مگر برادر؟ تو از کجا دانستی؟ آخر از افتت معلوم است. بسیار گپ نزن.
این شیرین را در عرفه در دکان صالح خوری کیف میکنی. بسیار بالذت است. ای بهجت، وقت شد همه خبر ندادی؟ ترکانیدن به شما میزیبد. کنی بچه ها تیار شوید. حاضر می رویم. التماس باز کمتری دیگر تماشا کنیم. خوب شد از معلمه می رویم. سردارم بخیر است. در اینجا چیکار میکنید؟ برای چی تلفنات رو نمیکشویی؟ چی شد سردار؟ یگان حادثه ناخوش؟ بسیار هم دهشتناک. بمب گذاشتن. چی خیل بمب سردارم؟ روشن‌تر فهمانید؟ زنگ زده ایستاده است. یکی را یافتم. اما دیر کردی. این کارا نکنید. انسان‌های بیگناه را نرسید. چی مشکلی که دارید با ما حل کنید. خوب گوش کن سردار. زود باشید، زود باشید. کجای ترکید؟ زودتر برایید. همه آماده است. زود برویم. برویم بچه‌ها. تستر. ماشینی آتش نشانی را جیغ زنید. چی شد سردارم؟ بمب گفتید؟ نجیب سردار خوب هستی؟ ای مردم التماس یاریدین. وای پایم یاری تجیلی را جر زنه. خوراک را با فکرم بسیار خوردیم. خدا. چه شد؟ فراموش کردم. بلا با پسش بعد روانش میکنیم. یگیت رو نگرفتیم، حالا چیکار کنیم؟ یک بمبای دیگر. این مراتب در باغچه کودکانه که پسر یگیت است. اطاعت. یلدرای با آدمهایش به این جایت محشر می شود. کردهای شما تیارند؟ تیارند. حاضر رفته در گوشهایشان دروغ و فریب میخوانم. ما وظیفه خودمان را حل کردیم. آنها خودشان مصلحت کنند. اگر مصلحت نکنند.
آقای مامور اجازه دید ما هم وظیفه خود رو اجرا کنیم. التماس یک ثانیه التماس. طاقت کن. زود یاری تاجلی رو دعوت کنید. آرام باش. طاقت کن. یاری تاجلی زود میرسد. بیا به نوار گیر. تماشا بینان عزیز، چه تبریکی میبینید؟ در قفای من در این بینای رسانه‌ای ترکیش با حکومت و ما خبر دادند که 8 طلبه به شهادت رسیده است. بسیاری ها زخم دار شدند. و ما خبر رسید که این عملیات رو گروه تروریستان داخلی به عهده گرفتند. آرام باشید. التماس یک طرف است. بینندگان گرامی، چه تبریکی میبینید؟ در جای حادثه بسیاری از مردمان جمع شده اعتراض بیان میکنند. این حادثه زود پهن خواهد شد. یک از به کار بزرگ موفق شد. سلام به همه. خوش آمدید. جناب معلوم که خوب شده اید. خیلی خوب نشود. به او خوش خبر آوردید. از این خبر مرده ها زنده می شوند. تبریک میکنم پیک از برادر. تو را تبریک میکنم. ما وظیفه خود را اجرا کردیم. نوبت تو مینیک 2 ساعت پس در تلویزیون برآمد خواهی کرد. در شبکه پروفسور هریزال این فرصت را خوب استفاده کن. حکومت را خوب پس زن. بگو که جنگ شهروندی میشد. بافتن گیر. این کاری من از حاضران. نگران نباشید. جناب این عملیات برای ما بسیار منفعت دارد. بمبئی که در آثارخانه گذاشته بودیم یافتند، اما اینش را نمییابند. باز کله یگید را هم میگیریم. باز تمام خلق را ضد کردان میخیزانیم. صلح آنها را برباد میدهیم. پلیس دشمنی باش. اثبات پلیس ها دب شده خوب شده محافظت کردن نمیتوانه. احتیاط کنید که از این خط نگذارد و با دقت همه جا را تفتیش کنید. قاتلان وطن اینها را باید جزا داد. آنها را به محکمه باید کشید. اینها چیکار میکنند؟ ملت رو میخورم. مگر این روز خوش آمدید برادران. خوش آمدید. اقلا یک چای یا قهوه نشیده می رفتید. ما شما را انتظار می شدیم. این رزالت را بینید. این آدم ها فرزندانمون را به قتل رسانیدن. ما معاف شما را می دهیم. خیلی آرام شویم. این احوال را نگرید. اینجا سریکو یا پشت نیست. در اینجا حفظ و امانی هست. داشت جان دمت را گیر. فهمیده؟ دمت را گیر. آرام شوید. بلا بسر این کار را تشکیل کنید. برادران آرام باشید. قوه این بمب بنهایت کلان میباشد. S4 سردار این از جنس‌های بمب‌هایی میباشد که تروریستان استفاده میبرند. با ارادات از مسافه دورتر کردند. زخم برداشتگان از 20 کس زیاده زخمی شدند. حالا باشد آنها را به بیمارخانه بردند. یگان کسی این حادثه را دید یا اینکه شنید؟ نه سردار، با فکرم پیشکی بمب را گذاشتند. از مسافه دور تر کردند. جستجو را دوام دهید. اطاعت سردار. گریه نکن. آرام باش. همش گذشت. چی شدنش رو من نفهمیدم. در بیرون بودم. ناگهان ترکی شد. رفیقی نزدیکم در درون بود. خدا رحمتش کنه. آیا همه این کارها برای من شد سردارم؟ با تو یگان علاقه ندارد دیگید. اینها خونخورند. همینم که باز میترکنند. معلوم است که باز نقشه های دیگر هم دارند. اما آنها مرا خواستند. تو را فریب کرده استفاده میکنند. ما فریفته نقشه آنها نمیشویم.
مدد کند. تشکر آنو. شنیدم برابر دویده آمدم. حادثه را گروه تروریستان به عهده گرفتند. بله گفتم. به آنها نگاه کنید. خلق به پا خسته است. اکنون وسیع‌تر می شود. خدا نکند که آنها در کوچه با یکدیگر جنگ کنند. این آدم ها از تخمین کردگی هم بی وجدان‌تر می باشند. هم رزیل و بی ایمان. شاید مرا میافتند با مرا نمیترکاندند. اینقدر انسان های بیگناه. به این منظره نگرید سردار. اینها از درنده هم گذراندند. اینقدر انسان بی رحم و رزیل می شده است. اینقدر. برادر وطن رو محافظت کردن نتوانستید. ما محافظت میکنیم، شما خواب کنید. شهیدان نمیمیرند، شهیدان نمیمیرند، شهیدان نمیمیرند، شهیدان نمیمیرند. به من گوش کن، به من گوش کن. ایران در مرکز فرهنگی دیجله باشند. مرکز فرهنگی دیجله؟ مرکز تروریستان آنجاست. انا این فرصت فرا رسید. رفتم رفیقان. و من نگرید. شما چکار کردن میخواهید؟ چکار میکنیم؟ شما جزای آنها رو ندید، ما میدیم. ما از آنها میپرسیم. در جایت قرار شین. دولت پلیس دارد، سود و دادستان دارد. حساب پرسیدن کار شما نیست. دیدیم کاری پلیس ها را. در تگ بینیامون بمب گذاشتند، آنها بیخبرند. رفتم رفیقان، رفتم. شهیدان نمیمیرند. آنها رو تنها نگذارید. نیتشون بد میباشد. اطاعت سردار. روید. این سفر اونها رو نابود میکنیم. لوازمات ها رو جمع کردید؟ ها، آهن، تروبه و برای زدن چند لوازمات دیگر. اکای بهجاد مرا جیغ زدید؟ کار ویران شد بسیم. این دشمنان دولت در هر کجا بمب گذاشته، گناهشان را باری ما کردان میکنند. تا کی از دست این فاشیستان عذاب میکشیم؟ ما با اسکران تو احتیاج داریم. پلیس اگر به اینجا درآید با سنگ و چوب زنید، مثل مرد ایستادگی کنید، گویید که اینجا از آن ماست. اطاعت اکای بهجاد، نگران نباش. این را با بچه ها تقسیم کن. اینش از تو. خطا فکر نکن، مزد کارت. تشکر اکا. من در اینجا نمیشم. فرمان را تو میدهی. فهمیدی؟ نگران نباش اکا. هیچ کس را در آمدن نمیمونیم. میبینیم کارت را. لبای منظره معقولت شد؟ پیکاس هرگز با من خشم نکن. اگر سری وقت پیدا می شدی از بینی کسی خون نمی آمد. به تو نشان میدهم پیکاس. روزها و ماهای دراز چنان شکنجه میکنم که عقلت نمیگیرد. عذابهایی که در فکرت نمیگنجد. یک روز نه یک روز به دستم میافتی. البته میافتی. با تو خاطر رسان میکنم که حق تهدید کردن مرا نداری. حالا خوب گوش کن. اگر به پای خودت آمده تسلیم نشوی و تو از این بدتر منظره را نشان میدهم. گبزن مکانت را گبزن. نترس، من تنها می آیم. نترس. مکان را بدتر زنگ زده میگویم. چی میگوید پیکاس؟ زود باش میرویم ثابت. در راه گپ میزنیم. فهمم. تیاری؟ نگران نباشید، همش مثل نقشه هایمون است. نیم کیلو بمب S4 تمام بینو رو به خاک یکسان میکند. کودکان درون بینو رو هم. باغچه کودکان اتنا بودن را میدونی؟ سر یگید در آنجا با آنجا میبری اینها را. توفه برای یگید؟ همین خیل میگویی، کسی شبه نکند. مایلش، پس من میروم. برای کار؟ رحمت. هم یگید هم فاتح، نسل مرد ایون از ریشش خشک می شود. برا گوش کنید.
фаромӯш накунед, ҳамаамон соҳиби ҳақ мебошем. ҳизбамонро бастанд. ҳоло бошад, моро аз ин ҷо пеш кардан мехоҳанд. моро ё ба ҳабс мебаранд, ё ин ки мекушанд. ҳоло вақти мо расид. кани маҳорати шуморо бинам. ҳаргиз полисро ба маҳалламон роҳ намедиҳем. майлаш? мо тайёрем. гир. офарин. инаш аз ту. гир гуфтам. ман полисро ба санг намезанам. очаам маро ҷанг мекунад. очаам чӣ кор дорад? чӣ метарсӣ? не ман наметарсам. набошад ин пулро гир. исмоил, гир гуфтам. исмоил, кан инҷо биё. рафта худатро ба онҳо шарик кардӣ. доғи ноила шудӣ. боз кам буд ки навбати ин кӯтакҳо расида. оча ту чиҳо мегӯӣ? исмоилро ба ту намедиҳам. ӯро мисли худат мекунӣ. ҳар чӣ ки ба сарам онояд аз пушти ту бар ин тарсончак меояд. рафтем бачаҳо. тезтар рафтем. исмоил, ту ба хона даро. гапи акадро ҳаргиз нагир. хуб, шумо равед. ман камтар бозӣ карда меоям. майлаш? майлаш, дер накун. майлаш. ака, маро интизор шавед, ака. ана исмоилам омад. очаашро фиред додааст. ана омад. ака, маро интизор шавед. чӣ шуд? ман ҳам меравам. пуламро де. ақлат ба ҷояш омад? бо ин пул ба очаам дору мехарам. полисро мезанӣ, ҳа? ба худо мезанам. гириро. додараки ман, хурдакаки ман, рафтем. бародарон, ба куҷо меравед? дарҳол боз чӯ рафта шахси бомбгузоштаро ёб истед, ба қафо гардед. ба хонаҳоятон равед. бегӯям. истед, наравед. با دقت باشید. با کجا میرند این آدم ها؟ با مرکزی فرهنگی حمله میکنند سردارم. در نزدیکی مرکزی فرهنگی کردان میباشد. مالا شما در اینجا اغوایی هست. در حال قوای مسلح را زیاد کنید. ما با اونجا میرویم. اوه سردارم در اینجا هم کار ویران شده است. ممدو رو گرد. میرویم. زودتر. با کجا؟ خلق بین هم زد و خورد میکنند. ممدو رو گرد. قماندان قواهای مسلح را زنگ زنید. چه مقداری که میتوانید با اینجا افسر روان کنید. اطاعت سردارم من در فابریکه یک شخص رو دستگیر کردم. برای پرسش انتظار شما. بعد با او سر و کار میگیریم. تستر بیا. توجه. دروغ. جدیدترین پدیده در سینمای تاجیک. نونتون شکستگی. مردم چی میگویند؟ همش نقض میشن. خوشنود جان ایش چیز. марҳамат. салом. инро оғои йигит равон кард.
ҳадия барои мактаб будааст. ба хотири малика хонум чӣ тавре медонед завҷааш буд. бале бале, бисёр ғамгинем. худо ба ӯ сабри ҷамил диҳад. ин бозичаҳоро ба хотири ӯ қабул кунед. оғои йигит бисёр хушнуд мешавад. албатта қабул мекунем. оғои йигит меҳрубонӣ кардааст. марҳамат. бачаҳо, ана бубинед, оғои йигит бозичаҳои нав равон кардааст. бачаҳо, ором бошед, ба ҳамаатон мерасад. ин фотиҳ писари йигит аст. ин қадар ширинак будааст. инро гир, падарат равон кардааст. бисёр хурсанд шуданд. кӯдакон хушбахтимонд. акнун ба ман иҷозат, бояд равам. ихтиёри худатон. ҳатман ба оғои йигит ташаккури моро расонед. оғои Пикас, ҳадияҳо дар мактабанд. бале, чунон ки гуфтед. ту метавонӣ равӣ. ман дар ин ҷо меистам. интизори фармон мешавем. майлаш. اینها کی باشد؟ فاشیستان آمدند. بسیم فاشیستان آمدند. فاشیستان بسیم برویم. آنها بسیارند. بسیم بی عقلی نکن. من چی بسیارند؟ در این گوساده حق خارستان ها رو گوش کرده نمیستم. رفته براید بچه ها. بسیم را تنها نگذارید. همه از پسی بسیم. رشید کندابه بسیم خان آنها را. ما هم همراه میشویم. مرگ با فاشیستان. لعنتی ها سر دهد مرا. مرگ با فاشیستان. سر دهد میگویم. لعنت با شما. لعنت دست با جمهوری ترکیه. زنید فاشیستان را. زنید بیستید به شما. زنید پلیس را زنید. مرکز اینجا نازینجا. آنها حمله آوردن. ما در این پیشا قرار داریم. مرکز دقت. اینجا زد و خود است. برو بشنوید. مرکز غلبه میکنه. زنید رزالت. به این منظره نگرید. رزالت. بمب‌ها می‌ترکند. محکوم‌ها می‌میرند. خلق با یکدیگر زد و خورد میکنند. وطن پاره میشود. رسما پاره میشود. به اخلاص نمیآید. پلیس باشد ایستاده تماشا میکند. ابلهانه تماشا میکند. گروه تروریستان با این عملیاتشون چه هدف دارند؟ هدفشون باز چی میشد؟ ما اکنون در کوه پشتنه در شهرها مجادله را دوام میدیم. روی راست جمهوری بزرگ ترکیه را به میدان میخوانند. به میدان. باز با شما میگویم بدون همه قوه‌های عسکری این مسئله حل نمیشود. با اجازت شما جناب. یگید منم دوست مهربانت پیکاس. من به تو دوست را نشان میدهم رزیل. 1 ساعت پس در انبار انبلی میشوی. اگر همراهت یگان کس دیگر شود خودت گناهکار میشوی. این مراتب خون بسیارتر میریزد. پیشکی به تو گفته بودم. گوش کن.
من چخیل باوری کنم که تو بمب را نمیترکانی؟ در یک روز یک قربانی بس است. تنها تو را میخواهم. عملی که به پسگار کرده ای جزایش را میبینی. بعد 1 ساعت میآیم. چی میگوید پیکاس؟ نگاهدار. چی؟ ماشین را نگاهدار میگویم. فرا از ماشین. چی شد یگید؟ هیچ چیزی نه. تو چی کار میکنی؟ مادامی که تنها مرا میخواهد من هم تنها میروم. میدونی که برای تو دام گذاشتم. حیات من در برابر حیات چندین بیگناهان ارزشی ندارد. حالا خودت را برای 10 نفر فدا میکنی، اما بعد چی میشود؟ بسیار انسانها، صدها، هزارها انسان میمرند. به جای من دیگری گیت ها پیدا میشوند. تو هستی، نجیب سردار هستند. یگید مرا رها کن. یگید همه‌اش به خاطر من شد. میفهمی؟ اینقدر بیگناهان قربان شدند. دیوانگی نکن. با تو چی علاقه دارد؟ آنها خون خورند، آنها ظالمند، بس نمیکنند. دستم را کشو زودتر. میبخشی دوستم، رفتنم در کار. علاج دیگر ندارم. شاید مرگ من مانعه مرگ چندین کسان میشود. یگید وای دام است. آرام باشید بچه ها، آرام نباشد چاره شما رو میبینه. آرام باشید، بس کنید بچه ها، بس کنید، جنجال نکنید، آرام شدید. جنجال رو بس کنید، بس کنید، آرام شدید. نیست بود فاشیستون، نیست بود فاشیستون. آرام شدید. آهیش بکنم نیست بود فاشیستون، نیست بود فاشیستون. آرام باشید. پلیس چرا آنها را مستقل دارید؟ سنگ چی ساده ای؟ و تو میگویم پرتا احترامون قربانید. مرد به فاشیستان. آرام شد. نباشد شما تسیر میکنید. دقت شهروندان، آرام باشه شهروندان. یوسف ماجد راه ندهید. خودت رو احتیاط کن. نزدیک نرو یوسف. آرام باشه. مایلا سپرانو. بس کنید، نزدیک نشم یوسف. نزدیک نشم. بس کنید بگویم. سلام نپرتاهید. پرتا بعد از 300 داده نشوید مردم. آرام شوید. آرام باشید. التماس آرام باشید. گندو اینجا شد کلاهای مثلا. در راه میباشم سردارم، در راه. هایدش بودی پر باشید. مردم میگیرم. آرام شوید. سردارم خوب است. تو هم هیچ گپ نیست. تست طرف کن آنها را یاتا کنید. نیست باش باشید. نیست دشمنان. آرام شوید مردم. اسماعیل پسرم در کجایی؟ پسرم یک بار نگاه کن، چرا اینقدر تلاش میکنی؟ اینها به کجا میدوند؟ خالا در پای جنگ است. پلیس ما را لطاکوب کردند. بسیم؟ اسماعیل؟ آنها هم در آنجا بودند. وای بر حال من. خدایا بر من یاری ده. یا پروردگار، از دست پسران بیعقل فقط جفا میکشم. آرام باشید. مرد به شما فاشیستان لعین. برادران خبرنگاران را حفظ کنید. شهروندان عزیز آرام باشید. اکا من میروم. من پلیس را صدا نمیتوانم. پولت را گیر. سنگا گرفته پرتا. رئیس پرتا میگویم. مرد به فاشیستان. بعد از 300 داده نشوید. خواهش میکنم از شما. نیست بود فاشیستان. آرام باشید. آرام باشید. سر خواهد نشان بده. آرامی همه را حل کنید. خواهش میکنم از شما. آرام باشید. نمیتوانم. با چند جنگ میکنم. همه را به آرامی دعوت میکنم. اسماعیل
اسماعیل برادران زودتر. اکا تو چی کار کردی؟ کودکی خود را کشتی. مرد مردنش به هست. اکنون چی کار میکنیم؟ در حال گریخته پنهان شوید، بعد گپ میزنیم. بعد برادران خبرنگاران را حفظ کنید. از اینجا روید، اینجا خطرناک است. یوسف تو کارت رو دوام ده. امک من سنگ نزدم، مرا مجبور کردن. یاری تجلیل را چه زنه زودتر. یاری تجلیل را دعوت کنه زودتر. نام تو چی؟ اسماعیل. آروم باش اسماعیل، آروم باش. کمی صبر کن. مایلش امک، صبر میکنم. طاقت کن. اسماعیل پسرم، تو را چی کار کردن؟ پسر خوش رو یکم جانکم، اسماعیلم را قربان کردن. اسماعیل پسرم، خوش رو یکم، جان مادر، در این سیل جوانی شهید شده پسرم. در این سیل جوانی با کجا رفتی؟ چرا ما رو پرتافتی؟ فرصت فرا رسید. عشق سومن و مهراب آشکار می شود. روزگاری پرماجرای یک جوانی دهاتی، تپش قلب، رنج مادر، انتظارات میشه، جدایی و دیدار، بهار عشق و خزان اندوه. ارزنده ترین راه در فیلم مهراب. روزهای نزدیک همصدا پیشنهاد می کند. با توجه مخلصان سلسله فیلم های استودیوی همصدا، حامیان محور حقیقت و مثل یوسف، از شما احترامانه خواهش می نماییم که از فروشگاه ها دیسک های گالگرامادور را خریداری نمایید. گالگراما هم در بالا پوش و هم در روی دیسک نصب کرده شده است. دیسک هایی که گالگراما ندارند، صفتی پست داشته، قلبکی می باشند و از روی قانونگذاری جمهوری تاجیکستان غیر قانونی حسابیده می شود. خرید دیسکوی گالگرامادور برای بهبودی کاری ما و در سری وقت دسترس کردنی شما مساعدت می کند. از شما استودیوی همصدا احترامانه خواهش می نماید که اگر شما فروش دیسکوی قلبکی یعنی به گالگراما را دیدید، بهترفی رو اختیار نکرده با تشکیلات ها یا کمیته های دخلدار مراجعه نمایید. استودیوی همصدا تقدیم میکند توجه با دو حرف ج، جایزه و جهاد. حجب نگارانی تاجیک از قبیل غریبشا کمپانیا، خندین کمان، شکرخند، آچه زیکه و بیکه، کیفولا و مستولا. عربشو کمپانیا
همچنین گروهی محفل‌آرا در نوهای تقلید، سرود و صحنه‌های هجوی و مونولوگ برای کلیدی وقت 21:07 23 می ساعتی 17 در تالار کاخی باربد رقابت میکنند. در مهمانی سرایندهان نیز دعوت شدند. غالب یا صاحبی ماشین را مخلصان و تماشابینان طریق آوازدهی اسمسی در جریان آزمون معین میکنند. علاوه بر این مخلصان نیز بی تحفه نمیمانند. محفل را علاوالدین عبداللایف و مستوره آرتیق راویگی میکنند. رقم های تلفن برای تماس 907 50 28 28 907 59 28 28 907 79 28 28. همصدای دل شما.